یعنی که مکان مرکزی دشمن هستن. ما شما باید چی رقم حمله کنیم؟ زینبیون هم با ما هستن. زینبیون میره سمت چپ و مستقیم دیست زینبیون هستن. سمت راست و مستقیم هست دیست زینبیون هستن. این دو منطقه اعلام میکنیم. این دیست زینبیون هستن. خلاص هستن. از گروپ ما شما چیکار میکنن؟ یک گروپ سر دگاه از این دیگه میره، از این سمت راست میره دقیقا در پشت سر دشمن. اینجا هم دشمن کمین داره. طوری باید از این منطقه رد شود که در کمین از جا سر نخوره. از کمین از جا رد شود، پشت سر کمین شد. در این منطقه یک گروپ جابجا شود، یک گروپ دیگه از این منطقه سمت راست دقیقا ساعت 5 صبح عملیات شروع میشه. ساعت 5 صبح اینا از پشت سر میزنن. این مرکز دشمن هستن. مثلا موساد تو میری نیروی خود دقیقا از این کمین رد میشی، میری پشت سر از اینا. این منطقه اینا مرکز دشمن هست. شما میرین به این منطقه دیگه. سید محمد چیکار میکنه؟ سید محمد میره دقیقا 5 صبح از این منطقه کمین از جاران میزنه. این منطقه مرکزی رو هم باید بزنه. شما از این پشت سر هم کمین میزنین، هم منطقه مرکزی را. زینبیان از این دو قسمت حمله میکنه. زینبیان یک تعداد نیروی شکسته روبروی اینجا هم دقیقاً پشتیبانه ما حساب میشنه، هم که روبرو رو داره. دقیقاً یک تعداد چمر سمت راست از این قسمت. تقریبا ما دور دشمن میگیریم. این نقشه طوری دما گفته شده که این منطقه مرکزی دشمن است. تعدادش هم خیلی زیاده. ما قرار دور زیر بگیریم که انشالله بزنیم. یک نفرم نباید از این منطقه زنده برشه از وهابیان. خب کلگی تو متوجه شدیم که چیکار باید بکنیم؟ خب سلاح سنگی اول میزنم. ما اول میزنیم. نه اینجا سقیله ما اصلا در کار برده نمیشه اصلا. چون ما اینجا که جابجا شویم سقیله اگه قرار باشه بزند، سقیله دقیقه اگه زنتن خودی ما رو بزنه. اینجا سقیله در کار نیست. فقط انا چی داریم ما؟ 23 لاشکای چیزا داریم دیگه. خون پرورده چیزا نداریم. هیچ چیزا نداریم. فقط دور از این منطقه رو میگیریم. از 4 قسمت از جا میزنیم. اینا رو در وسط کلیش نابود میکنیم. همین یه دونه کمین اینجا دارن اینا. اینجا هم کمین داره. سمت زینبیان هم کمین داره. ما شناسایی رفته بودیم سعی کردیم. گلخونه جمع شده. گلخانه سمت ما جمع شده. گلخانه از اونا هم بچهای تخریب قبل از اینکه شما حرکت کنیم بچهای تخریب 1-2 نفر قدر در گروه شما یک جای میشونن. ما را این مینا هزار خونسا میکنه. بعد از شما رد میشینیم. اینجا به این قسمت مصاد قد نفرهای خود در این قسمت جا با جا میشن. شما قد نفرهای خود در این قسمت هستیم. این دو طرف هم دوست زینبیون هستن. مشکل نداره. وقتی ما یه طرف به این دور بزنم دقیق وسط دشمن میشون. یک موقع اگر کمبود مهمات بیاریم کی جواب میگه؟ مهمات شما هر نیرو تا هر چقدر تاوان داره میتونه مهمات از اینجا ببره. چون مسافت چه ذره دورتر میفته مهمات براتون 100% میرسونیم. این کمینه که بپرانیم پشتیبانی مهمات شما دارن میرسونیم. مهمات از مهمات خاطر شما جمع باشه. مهمات میرسونیم دقیق. فقط این نقشه را دقیق بگیریم. این در قسمت میریم. نباید در قسمت میقد کمین شما درگیر شوین. طوری باید رد شوین کمین شما را نبینه. کمین از جا دشمن شما را نبینه. شما در این جاسازی شوین که 5 صبح هوا داره مهروسون شما اون وقت عملیات بشه. خب همه متوجه شدن؟ خب سلام لبیک گروپ های خود آماده کن. سید محمد موسی گروپ های خود آماده کن حرکت